اگر 40,000 فلسطینی را در نوار غزه تحت محاصره و بی‌دفاع به قتل رسانده اید و آنها را شهید کرده اید، 100,000 کودک فلسطینی متولد شده است. آنها مشق جهاد را از لحظه تولد خواهند آموخت. به محض اینکه توان راه رفتن پیدا کنند، پرچم جهاد را به دست میگیرند. میبینید عظمت جوانان حزب اللهی لبنان را با همه ضربات سختی که شما طی ماه‌های گذشته بر آنان زدید، اما آنها استوار، قائم، مصمم، با اراده، متحد در میدان ایستادند و هر روز ضربات جبران ناپذیری را بر پیکره شما میزنند. آنها در حال گرفتن انتقام ضرباتی هستند که شما بر آنها زدید و فکر کردید حزب الله با شهادت رهبرش و یا با شهادت فرماندهانش و یا با کشتن بخشی از جوانانش توسط پیجرها از میدان خارج می شود. اما شاید نمیدانستید که این جریان با عظمت خاموش شدنی و پایان یافتنی نیست. ما چشم در چشم شما دوخته ایم، با شما تا آخر می جنگیم، اجازه نمی دهیم شما بر سرنوشت مسلمانان مسلط شوید. انتقام خواهیم گرفت، شما ضربات دردناکی را دریافت خواهید کرد. همچنان منتظر بمانید.